باعث افتخار است که بار دیوم در این صحنه زیبای این مراسم و این دم میخواستم بابت فاطمه بانو چند حرف داشته باشم، چون فاطمه بانو هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان است، شایسته و ارزنده به تمام تندیس ها، جایزه ها و مقام هاست، چون که قدر او، قیمت او مثل کوههای سر به فلک کشیده چتر سیمینی زمین بدخشان بلند است. او در چهار سوی جهان از هنر و فرهنگ امروز بلند و زیبا معرفی میکند و گذشته از این همه زنده سرا است، هم در ژانر استرادا هم در ژانر فلکی مشکل ترین ژانر است و زحمت او را من میبینم شب و روز پیوسته همه چهاربینی های دولتی پاس میگویم مبارک باشد، ارزنده و جایزه را تا اون لحظه که ما تقدیم فاطمه بانو میسازیم عرض سپاس به رادیوی نو، به خندیل جان، به سابق راهبر این رادیو خوبان بانو، سپاس به اپای تهمین بانوی نازنین، بیرو جان برادر عزیز ما، به همه شما سپاس. مبارک باشد فاطمه جان، ارزنده همه جایزه های بلندپایه هنری است و افتخار فاطمه نازنین یک کفی مستحکم شما. خوش آمدید. راج احمد فاطمه مشربا، تشکر زیاد.